میکنم خدمت دوستان گلم. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. قبل از اینکه بریم استراتژی رو معرفی کنم، خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و همچنین لایک کنید. خب زیاد وقت رو نگیریم، بریم سراغ معرفی استراتژیمون. یه استراتژی هستش که به صورت کلی روند شما رو به صورت سود مستمر قرار خواهد داد و یک سود مستمری رو شما از این بازار فارکس دریافت خواهید کرد در صورتی که این استراتژی رو مو به مو انجام بدید. در ابتدا من اومدم حالا وارد سایت فراز شدم. شما میتونید از تریدینگ ویو هم استفاده کنید. تریدینگ ویو فقط مشکلی که داره برای اینه که شما بک تست، به خاطر اینکه تعداد لود کندلاتون یک تعداد محدودیه، برای بک تست گرفتن یا و انجام بک تست دچار مشکل میشین. پیشنهاد من اینه که از سایت فراز استفاده کنید. با یک هزینه خیلی ناچیز میتونین مشکل بک تست گرفتنتون رو حل کنید. بعد خب بریم حالا سراغ معرفی استراتژیمون. در ابتدا ما 3 تا تب باز میکنیم از سایت فراز. ما میخوایم نماد یورو یو اس دی رو انتخاب کنیم برای این استراتژی. شما میتونید از نمادهای دیگه هم استفاده کنید، البته به شرط اینکه قبلش بک تست بگیرید و ببینید کدوم نماد این استراتژی بهترین حالت ممکن و بهترین سود رو برای شما به ارمغان میاره. این استراتژی چند تا مزیت داره. مزیت اولش اینه که شما در یک تایم به خصوصی از 24 ساعت روز رو قرار میدین برای معامله کردن. دومین مزیتش اینه که شما از روز قبل میدونین که فردای اون روز معامله خواهید داشت یا نه. حالا بریم جلوتر بیشتر متوجه میشین. و مطلب بعدیش اینه که این استراتژی حالا مزیت نمیشه گفت ولی عیب هم نیست. این استراتژی در یک ماه معاملاتی رو که ما الان میخوایم برای شما انجام بدیم تعداد معاملات کمتری رو نسبت به استراتژی دیگه میده، ولی خب روند کلی معاملاتون مثبت خواهد بود. و همچنین یک مزیتی که میشه گفت داره اینه که حداقل ریوارد 3 رو میتونید ازش بگیرید، حتی ریوارد بالاتری رو هم میتونید ازش بگیرید در صورتی که بک تست گرفته باشین و متوجهش شده باشین که نهایت ریواردی که میتونید بگیرین نسبت به معاملاتی که تیپی خوردن و معاملاتی که استاپ خوردن ببینید براتون میصرفه ریوارد بالاتر یا نه. خب 3 تا گفتیم تب باز میکنیم که هر 3 تا مربوط به یورو یو اس دی است، نماد یورو یو اس دی. تب یکی از تب‌ها رو اختصاص میدیم به تایم فریم دیلی، تب بعدی رو اختصاص میدیم به تایم فریم 8 ساعته و تب بعدی رو هم اختصاص میدیم به تایم فریم 5 دقیقه که ما روی تایم فریم 5 دقیقه قرار هست معامله انجام بدیم. خب قبل از اینکه بریم رو تب‌های 8 ساعته و 5 دقیقه ما میایم روی تایم فریم دیلیمون. یک نکته دیگه هم که باید خدمتتون عرض کنم اینه که ما قراره توی این چنل از انتهای چارت یعنی ریل بازار بک تست بگیریم 1 ماه قبلشه، نه اینکه بریم یک جایی از سایت که استراتژی ما در اون ناحیه خیلی خوب داره جواب میده رو بگیم به به و چه این استراتژی چقدر خوبه، وین ریت 90% میده و استاپای خیلی کمی میخوره. نه، ما هر جایی که آخرین قسمت های بازار باشه رو برای تو این چنل استراتژیمون رو اینجوری معرفی میکنیم که آخرین لحظات بازار رو 1 ماه قبلش رو استراتژی رو بک تست میگیریم مثل شما. خب الانم آخر بازار هستیم و هیچ ریپلای رو نکردیم. حالا میریم یک علامتی رو میزنیم، مثلا اینجا بیایم از 28م یک علامتی رو بزنیم در تایم فریم دیلی برای انتخاب کردن 30 روز معاملاتی. خب اینجا میشه 30 روز. اگر یکم زومش کنیم به این صورت میشه و
اینم انتهای 30 روز ما. خب 30 روز معاملاتی رو در تایم فریم دیلی ما انتخاب کردیم. همین کار رو تایم فریم 8 ساعته و روی تایم فریم 5 دقیقه انجام میدیم و بعد استراتژیمون رو به شما توضیح میدم. خب رو تایم فریم 8 ساعته اگر بریم، یک ریسرچ اگر دوباره بزنیم، خب یک بار دیگه، البته اینجا باید بریم رو نماد یورو USD. خب اینجا هم همون خطوط رو برای ما آورد و روی تایم فریم 5 دقیقه هم اول بریم روی 8 ساعته. اینجا هم یورو USD اگر سرچ کنم، خب سرچ کرد. یک ریسرچ دیگه اگر بزنیم، خب نمیدونم برای چی روی نماد دیگه بریم. خب دوباره بیایم روی یورو USD. چرا نمیاره؟ اینو آورد، اون یکی رو نمیاره برای چی؟ خطوطمونو حالا اینو دستی همینجوری میذاریمش. گفتیم از 28م اولین خط 28م رسم کردیم و 30 روز قبلترش رو انتخاب کردیم. این هم 30 روز و اوکی. خب اینو میریم روی تایم فریم 5 دقیقه قرار میدیم، چون این تایم فریم معاملاتی مونه و بریم عقب‌تر به خطمون برسیم. زومش هم درست میکنیم رو تایم فریم 5 دقیقه. خب اینجا 27مه، رو دیلی هم آخرین کندلمون 28مه. خب پس اینو باید یک دونه ببریم جلو که بیاد این ناحیه رو قرار بده. خب ببخشید. خب حالا برای شروع این استراتژی ما نیاز به معرفی 2 تا کندل داریم. برای اون دوستانی که تازه این بازار رو شروع کردن، خب این 2 تا کندل رو ما صورت خیلی مختصر و مفید توضیح میدیم، بعد میریم استراتژیمون رو معرفی میکنیم. خب چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده ای هست، جز الفبای پرایس اکشن حساب میشه. دوستان ما 2 مدل کندل رو برای این استراتژی نیاز داریم. کندل های تاییدی نزولی و کندل های تاییدی صعودی. کندل های تاییدی نزولی داره بدنه قوی هستن، از پایین شادوی کوچولویی دارن و یا هم که اصلا شادو ندارن. در صورتی که شادو داشته باشن، این شادوشون از 1/3 بدنشون نباید بیشتر باشه و همچنین کلوز کندل باید پایین لو پرایس کندل قبلشون بشه. پس این میشه کندل تایید نزولی. این کندل تایید صعودی هم بالعکس کندل تایید نزولی هست، بدنه قدرتمندی داره. البته این اشتراکش با کندل نزولی یکیه. از بالا این سری شادوی کوچولویی داره یا اینکه اصلا شادو نداره و همچنین کلوزش بالای این سری های پرایس کندل قبلش. این تعریفی از کندل صعودی تاییدی و کندل نزولی تاییدی بود که بهتون گفتم. حالا میریم سر وقت معرفی استراتژیمون. اینا رو پاک میکنیم، میایم اینجا. ما برای این استراتژی 2 مدل تاییدیه نیاز داریم. تاییدیه اولمون رو در تایم فریم دیلی میگیریم، تاییدیه دوم رو در تایم فریم 8 ساعته میگیریم و بعد از اینکه 8 ساعتمون تاییدیه داد، وارد معامله میشیم برای در تایم فریم 5 دقیقه. خب اینجا اولین کندل تایید رو اگر ما ببینیم اینه. اگر این رو زومش کنم،
در تایم فریم دیلی ما داریم از آخر ماه به اول ماه میایم. اینجا اولین کندل تاییدی رو ما در تایم فریم دیلی مشاهده میکنیم. کندل قرمز رنگیه که کلوز داده پایین لو پرایس کندل قبلش و از پایینم شادوی کوچولویی داره که 1/3 بدنش بیشتر نیست. پس تاییدیه اول رو ما در این تایم فریم گرفتیم. سریع میریم تایم فریم 8 ساعته. البته قبلش اینجا ما تاریخشو برمی‌داریم 26 مارس. 26 مارس در تایم فریم 8 ساعته رو ما اگر مشاهده کنیم که شامل 3 تا کندل 8 ساعته میشه. کندل اولش 26 مارس اینه، کندل دوم اینه و کندل سوم هم اینه. که حالا تاییدیه که این بعد به ما بده اینه که کندل سوم باید زیر لو پرایس کندل‌های قبلش کلوز داشته باشه برای کندل نزولی، برای معامله نزولی به صورت کلی تر بخوام بگیم. خب اینجا میبینیم همین اتفاق افتاده و کلوز رو داده. پس تایم فریم 8 ساعته ما هم اینجا به ما تاییدیه لازم رو داده. این هم 26 بود. اینجایی که میگم استراتژی یکی از خوبیاش اینه که ما با تموم شدن کندل روزانمون، مثلا امروز 26 مارس بوده، ساعت 12 تموم شده به وقت ایران، این کندل دیگه ثبت شده تموم شده. ما میدونیم برای فردا معامله سل داریم در تایم فریم 5 دقیقه. فردای اون روز میشه 27 مارس. خب ما میایم اینجا 27 مارس رو انتخاب میکنیم. 27 مارس، حالا اگر من یک توضیح کوچولو هم اینجا باید بدم خدمتتون. 27 مارس رو قبل از اینکه بیایم انتخاب کنیم وارد قسمت اندیکاتور میشیم و تایپ میکنیم سشن SESSION رو بزنین. سشن رو میاره برای شما. البته توی سایت فراز به این شکل نشون میده. در تایید این ویدیو گرافیکش یکم فرق میکنه که زیاد تفاوتی هم نداره. نکته بعدیش اینه که وارد تنظیمات سشن میشیم و از قسمت اینپوت ما تیک توکیو و سیدنیش که پیشفرض نداره تیک، ولی توکیو تیک داره که این تیکش رو برمیداریم و گزینه اوکی رو میزنیم. حالا اینجا توضیحی قراره به شما بدم اینه که ما یک قسمتی رو مربوط به سشن اروپا اینجا داره بهمون نشون میده، یک قسمت مربوط به سشن آمریکاست و یک قسمت سومی رو هم اینجا ما میبینیم که سشن اروپا با سشن آمریکا توی یک زمان به خصوصی با هم دیگه مشترک هستن که این از 1 ساعتی شروع میشه و 1 ساعتی هم به پایان میرسه. حالا اینجا مثلا زده 3:30 اولین کندلی رو زده که هم سشن اروپا و هم سشن آمریکا با هم هستن و اینجا سشن اروپا به پایان میرسه ولی خب سشن آمریکا رو هنوز داریم و ادامه داریم. ما فقط نیاز داریم که در سشن آمریکا و اروپا با هم این فاصله زمانی مشترکی که با هم دارن رو ما فقط در این تایم با هم معامله میکنیم و نه به سشن اروپا وقتی که هنوز بازار آمریکا باز نشده کاری داریم، نه اینکه به سشن آمریکا وقتی که بازار اروپا بسته شده. پس خب به این مطلب هم اگر توجه کنین یک مدت زمان محدودی رو داریم. ما گفتیم که 26 برای 27 مارس معامله سل داده به ما، هم تایم فریم دیلیمون تایید داد هم تایم فریم 8 ساعت همون تایید داد. خب اینجا با اولین وقتی که سشن آمریکا باز شد با اولین کندل تایید نه به مقاومت کار داریم دوستان، نه به حمایت کار داریم و نه به هیچ چیز دیگه. با اولین کندل تایید در تایم فریم 5 دقیقه معامله سل رو ما باز میکنیم. خب معامله سل رو اگر بخوایم اینجا ببینیم کجا باید باز کنیم، اینجا کندل تاییدی رو مشاهده میکنیم که یکم پایین شادو داره که این شادو رو اگر هم با چشمم شما نگاه کنید تقریبا میشه نصف بدنش. پس این کندل تایید خوبی برای ما نیست. ما این رو هم بعد
خدمتتون عرض کنم که وقتی که یک معامله رو میخوایم باز کنیم، ما 2% سرمایه‌مون رو قراره که برای حد ضررمون اختصاص بدیم. این 2% وقتی که مثلا کندل تاییدی رو برای ما زد، اگر اون کندل تایید خیلی بزرگ بود، یا ما باید با حجم کمتری وارد بشیم با حجم کمتری وارد بشیم، یا همین که اصلا وارد اون معامله نشیم، چون حد ضررمون بزرگه و مشکل ساز میشه برای ما، روی برآیندمون تاثیر منفی داره. پس در نتیجه اینجا به طور مثال میگیم این کندل تایید رو برای ما زده، استاپمون بالای تقریبا کندل تاییدمون. بعد و اگر که یک نکته دیگه هم داره این استراتژی، اگر که حالا میتونین نداشته باشه، این دست شماست، اگر قیمت مثل اینجا اومد پایین و به ریوارد 1.5 رسید، مثل اینجا به ریوارد 1.5 رسید و بعد قیمت برگشت سمت بالا، چون اینجا الان معامله سل داریم دیگه، قیمت برگشت به سمت بالا و نقطه ورود ما رو تاچ کرد، ما از معامله خارج میشیم، یا هم این که نه دیگه میذاریم استاپ بخوریم. حالا اگر ریسک فری خوردیم یا به هر دلیلی استاپ خوردیم، ما چون سیگنال سل داریم برای این روز، ما 2 معامله میتونیم انجام بدیم. حالا یا 2 تاییش استاپ میخوره یا یکیش استاپ میخوره، یکیش سود میشه، یا هم که یکیش ریسک فری میشه اگر حالا قانون ریسک فری رو بخوایم اعمال کنیم، و یکیش هم ممکنه ضرر بشه. پس ما میگیم 2 معامله در صورتی که اولین معامله‌مون یا ریسک فری بشه یا استاپ بخوره. ولی اگر از همون اول یک معامله رو باز کردیم که ریواردی رو که می‌خواستیم به ما داد، که حالا من ریوارد 3 رو همیشه انتخاب میکنم بیشتر اوقات، معامله دوم رو دیگه انجام نمیدیم، به این دلیل که اون معامله‌ای که به ما ریوارد 3 رو داده، مثلا اینجا اومده ریوارد 3 رو داده، بخاطر اینکه بازار دیگه حرکتشو کرده و امکان داره که قیمت دیگه کلاً برگرده به سمت بالا یا به سمت پایین، در صورتی که معاملتون بای باشه یا قبل اون سل باشه، ما دیگه یه معامله دیگه رو انجام نمیدیم، فقط یک معامله مجاز حاصل کردیم. خب ما اینجا از ریسک فری حالا میخوایم استفاده نکنیم و بذاریم که حد ضرر رو نوش جان کنیم به عبارتی. حالا شما اگر 1.5 بود ریسک فری خورده بودیم، ولی حالا ما اینجا میگیم مثلا ریسک فری رو نمیخوایم آقا اصلا عمل کنیم بهش، بذاریم استاپ بخوریم. خب اینجا یک استاپ خوردیم و یک معامله دیگه هم اینجا داریم، کندل تایید بالای این کندل تایید، و اینجا رو هم ما استاپ خوردیم. خب پس ما استراتژی که داریم بهتون معرفی میکنیم، همین اول کار داریم 2 استاپ رو تحمل میکنیم یا 2 استاپ رو به شما داریم نشون میدیم. پس این استراتژی، پس من این جایی از چارت رو نیومده برای شما مشخص کرده باشم که از قبل همین ببخشید صدام گرفته است، از قبل مشخص کرده باشم که بگم پس ایناها رو نگاه کنید همش داره تیپی میخوره، پس این استراتژی خیلی خفنیه. نه، این استراتژی استاپ دارین، اگر ریسک فری قانونش رو عمل کنین ریسک فری هم زیاد میخورین، استاپ هم میخورین، ولی خب برایندتون که ریوارد 3 هست رو به شما قطعاً خواهد داد و نتیجه معاملاتی شما مثبت خواهد بود و با سود خوب، نه با سودی که شما بخواید بگین مثلا ارزش نداره، نه سود، البته نه سود رویایی که بخواین با یک ماه معامله کردن سودای 100% یا 500% یا اینایی که بعضی دوستان میگن این استراتژی ما 500% در ماه سود میده، نه این خبرها نیست، یک سود نرمالی رو شما میده. حالا بریم سریع روی کندل تایید بعدی. کندل تایید بعدی رو اگر ما مشاهده کنیم اینجاها نیست و میاد تا اینم بدنه خوبی نداره دوستان، میاد اینجا بالا های پرایس کندل قبلیش کلوز داره، از بالا شادوی کوچولویی داره و میتونیم بگیم که تایم فریم دیلیمون به اون اولین
تاییدیه رو داده. حالا تاریخش اگر برداریم 17 مارس میشه. ما برای 18 میخوایم معامله بای باز کنیم. در صورتی که تایم فریم 8 ساعته هم 17 مارس رو اینجا به ما تایید داده بشه. خب همینجور که میبینین این کندل سوم بالای این دوتای قبلی کلوز داده و خب این هم پس میشه تاییدیه دوم. پس برای 18 مارس ما روی تایم فریم 5 دقیقه معامله بای باز میکنیم. 18 مارس رو میاریم. بعضی از دوستان به من گفته بودن توی تلگرام که استراتژی میخوایم که هر روز به ما سود بده. خب عزیزم وقتی که استراتژی باشه که این به شکل لود نمیکنه. حالا استراتژی که بخواد هر روز یک سر سیگنال به شما بده هم به همون اندازه هم خطاهاش بالاتر میره و ریسک معاملاتیتون هم بالاتر میره. ما نمیخواستیم ادیت کنیم این ویدیو رو، نمیدونم چرا. اینجوری شد. یک بار ریستش بزنیم. من چون نمیخوام ادیت کنم این ویدیو رو، نمیدونم برای چی اینجوری شد. خب آورد. حالا بریم عقب به خطمون برسیم. بله، به همین خاطر ما میخواییم که با شما صادقانه بریم جلو و این استراتژی هم استراتژی هستش که اگر با دقت انجام بدیم و بک تستاشو بگیریم و نقاط قوتش رو قوی تر کنیم و نقاط ضعفش رو هر چقدر میتونین کمتر کنین، خب مسلما سودهایی که بهتون میده بهتر خواهد. خب اینجا من یادم رفت تایم فریم چندم بود. خب 18 رو ما میخواستیم معامله بای باز کنیم. خب میایم روی اینجا 20 و اینجا 19 و اینجا هم 18. خب 18 سشن آمریکا اینجا شروع به کار کرده. اولین کندلی که زده شادوی بلندی داره، تقریبا نصف بدنه رو شامل شده که بس ما معامله‌ای نداریم. این کندل هم بدنه خوبی نداره، هیچی. میاد پایین، میرسیم به این کندل. این کندل بدنه خیلی خوبی داره، از بالا هم شادوی کوچولویی داره، ولی بالای های پرایس کندل قبلیش کلوز نداده، پس هیچی. میرسیم به این ناحیه. این ناحیه هم بالای های پرایس کندل قبلیش کلوز داده و هم این که بدنه خوبی داره و شادوی کوچولویی داره. من اینا رو میگم بخاطر که ملکه ذهنتون بشه و توی بک تستاتون هم بتونین انجام بدید. خب این اومد و ریوارد 3 رو به ما داد. این یک معامله، ما گفتیم قانون اینه که دوباره معامله نمی کنیم و دیگه کلا امروز یعنی این روز کلا معامله کردن دیگه برای ما تموم شد، چون اولین معامله‌مون به ریوارد 3 رسید و تمام. خب میریم روز بعدی. این کندل تایید خوبی نیست، این کندل نیست، این کندل هم نیست، این کندل هم شادوی بلندی داره، پس هیچی. میاد این کندل. این کندل رو اگر نگاه کنیم 5 مارس میشه که تایم فریم دیلی به ما تایید داده. رو 8 ساعت هم 5 مارس رو اگر نگاه کنیم 5 مارس میشه اینجا 1 کندل، 2 کندل و 3 کندل. خب این عالی ترین حالت ممکنه رو داره. پس برای 6 مارس ما روی تایم فریم 5 دقیقه معامله بای باز میکنیم. 6 مارس میریم جلو. 6 مارس یه استراتژی برای کسایی که مثلا کارمند هستن یا مشغله کاری دارن و زیاد نمیتونن پای چارت بشینن در روز، خیلی خیلی عالیه و میتونه خیلی کمکشون کنه در روند معاملاتیشون. 6 شما از روز قبل میدونین دیگه
چه روزی معامله خواهید کرد. خب ششم اینجا باز شده، یه کندل تایید رو زده اینجا، ولی خب تو سشن اروپا زده و هنوز سشن آمریکا باز نشده. اینجا یک کندل خیلی قوی زده به سمت بالا. بهتره که معامله نکنیم چون حرکتش بازار انجام داده، با ریسک بالایی هست اگر بخوایم معامله کنیم. ولی خب میگیم حالا میتونیم با حجم کمتری رو وارد معامله بشیم. اینجا هم یک کندل تایید در این ناحیه به ما داده، حد ضرر پشت خود کندل تایید و ریوارد 3 رو به ما داده و تمام. یک نکته دیگه که باید خدمتتون بگم دوستان، اگر شما موقعی که معامله رو باز میکنین پای چارت هستین تا معامله بسته بشه، حد ضرر نذارید، حد ضررتون رو دستی ببندید. چون ممکنه مثلا اینجا که اومده شادو زده، کمیسیون معاملاتی اون ارزم به حضور شما نمادتون کمیسیونش به حدی باشه که بیاد اینجا میبینین با یک شادو اصلا استاپتون نخورده، ولی اون اسپرد یا کمیسیونه باعث میشه که استاپتون رو بزنه بعد بره بالا. شما ولی وقتی مبنا رو روی این سایت فراز یا تریدینگ ویو قرار بدین، میتونین به صورت دستی خیلی سریع ببندین معاملتون اگر مثلا دیدین که واقعا اومد و زد اینجا زد. ولی اگر اونجوری بگیرین، یعنی اینجا رو به صورت اتوماتیک بذارین، حد ضرر رو بذارین، ممکنه یک اسپرد رو برای شما مثلا در نظر بگیره و بیاد استاپتون رو بزنید در صورتی که اصلا استاپ نخورد. خیلی اتفاق افتاده برای من، حالا برای شما هم برین تست کنین ببینن کدومش برای شما بهتره. خب اینم ریوارد 3 رو به ما داد. حالا میریم معامله بعدی. کندل تایید بعدی هم روز قبلش میشه و اینجا 4 دیلی به ما کندل تایید داده. روی 8 ساعته 4 رو نگاه میکنیم. 4 میشه اولین کندل، دومین کندل و سومین کندل. شرایط بسیار بسیار ایدئال هست. پس روز 5 رو ما معامله بای داریم. روز 5 میشه روز قبل اینجا و خب ما اینجا سشن اروپا باز شده، سشن آمریکا باز شده. عذرخواهم، این که کندل تایید اصلا نیست، کندل تایید شادویه تا آسمون نداره. این رو هم همینطور در نظر میگیریم. این کندل تقریبا میشه گفت کندل تایید شادوش میشه تقریبا اینجاها. این رو هم میتونیم بگیریم هم میتونیم نگیریم. این که اصلا این کندل تایید بسیار بسیار عالی و ایدئاله. خب اینجا میبینیم که همون نکته که اول خدمتتون عرض کردم، اینجا حد ضررتون خیلی بزرگ میشه. یا با حجم کم وارد میشین یا هم اصلا وارد نمیشین و هم میزنین کندل تایید بعدی در صورتی که زیاد دیگه بالا نرفته باشه. اگر بالا رفت کلا کنسل میکنیم معامله کردن. خب اینجا میبینیم که از این کندل زیاد بالاتر نرفته و خب حد ضررمون هم میشه پشت کندل تایید و ریوارد 3 رو ما اینجا هم دریافت میکنیم. دوستان این لایو بازار، یعنی این همین 1 ماه پیش بازار هستش و ما اصلا هیچ جای چارتی رو ادیت نزدیم که بخوایم بگیم مثلا این استراتژی داره جواب میده. واقعا خب همین جوریه، یعنی اصلا چیز خیلی شق القمری نمیخواد بکنید شما. این کار خیلی آسونی، این کار فقط باید صبر کنید. روزایی که معامله نداشته واقعا معامله نکنید، چون معامله کردن شاکار نیست که بخواید بشین پای شاه فقط معامله کنید. خب روز قبلتر باز در تایم فریم 8 ساعته میبینیم که سوم اینجا برای ما در تایم فریم ببخشید دیلی اینجا کندل تایید زده. روی تایم فریم 8 ساعته هم سوم رو نگاه میکنیم. سوم اینجا بالای های پرایس کندل قبلش کلوز داده ولی کندلی که زده شادوش یکم بلنده، ولی چون در تایم فریم 8 ساعته هست ریسکمون
به تناسب پایین تر از تایم فریم دیلیه. در نتیجه ما میتونیم اینجا رو یک تبصره بذاریم براش، چون ما یک 8 ساعته دیگه و یک 8 ساعته دیگه فرصت داریم. اگر دیدیم که 8 ساعته بعدیش اومد و زیر این کندله کلوز داد، این نکته خیلی مهمیه، زیر همین کندلش کلوز داد و کندل بعدی 8 ساعته رو که ما فرصت داریم تا به سشن آمریکا برسه و سشن آمریکا باز بشه اومد و نتونست بالا های پرایس این کلوز کنه، کلا دیگه معامله نمیکنه، چون این کندل شادوش کندل آخر 8 ساعتمون بالاست. خب اینجا میبینیم که این کندل بعدش نتونسته بیاد کلوز کنه و کندل بعدش هم بالا های پرایس این کلوز داده. پس ما در 4 رو اینجا معامله بای رو میتونیم بگیریم. خب 4 میبینیم که همون شادویی که گفتم بهتون اینجا تاثیر شده داشت. خب اولین کندل تایید، استاپ، خب بعد میایم پایین اینجا که کندل تاییدی به ما نداده، این رو هم که چی کندل تایید نیست، این هم که شادوش خیلی بلنده، این هم که شادوش بلنده و اینجا هم که به ما کندل تاییدی نداده. این کندل تایید هم به درد ما نمیخوره، بدنش نسبت به کندل قبلی، کندل تاییدی که قبلا داده یا کندل تاییدی که اینجا داده ضعیفتره و میاد این کندل تایید هست، از بالا هم شادویی نداره، این رو انتخاب میکنیم، حد ضررم پشت کندل تاییدمون و ریوارد 3 رو از این دریافت میکنیم و میریم باز روز تایم فریم دیلیمون یا تایم فریم دیلی یا روزانمون. خب اینجا دیگه معامله سل داده، معامله وایمون تمام شد، معامله سل رو میبینیم کندل تایید قدرتمندی رو داده رو تایم فریم دیلی، رو تایم فریم 8 ساعت هم اگر چک کنیم امروز این روز تاریخش 27 فوریه بوده. خب این 27 فوریه هم میشه اینجا اولین کندل تایید، دومی کندل تایید، سومی کندل تایید. خب سومی کندل تایید کندل تایید ایدئالی هست برای 28 ما معامله سل داریم. میریم روی 28 سوم، خب این رو هم این 28 میشه. خب اولین کندل تایید با باز شدن سشن آمریکا که میشه این کندل، چون شادویی که داره پایین نسبت به بدنش قابل قبوله، حد ضرر میشه بالای کندل تاییدمون و میبینیم که اومده و استاپ ما رو اینجا تاچ کرده. دوباره کندل تایید میخوایم وارد بشیم چون یک معامله دیگه هنوز مجازیم وارد شیم. خب اینجا که این کندل تایید نیست، این هم که هم پایین شادو داره هم بدنه خوبی نداره، این رو هم که هیچی و میرسیم به این کندل که این هم تی پی ما رو اگر بذاریم حد ضررمون این بالا به راحتی تی پی ما رو تاچ کرد. خب این هم از معامله فکر کنم آخر بود که خب معامله آخر این ماه رو هم انجام دادیم. به عبارتی فکر کنم 7-8 معامله دیگه 10 تا هر من تستی که از این بک تست گرفتم هر 2-3 روزی تقریبا یک معامله به ما میده و عرضم به حضورتون که تمام. حالا بریم تعداد معاملاتمون رو چیز کنیم، شمارش کنیم. ما چون اینجا حد ضررامون کوچیک بزرگ هستن باید جمع ببندیم، یعنی معاملاتی که استاپ خوردیم رو جمع ببندیم، معاملاتی که تیپی خوردیم رو هم جمع ببندیم، ببینیم انتهای کار سودساز بوده این استراتژی برای ما تو این ماه یا خیر. خب حالا اول با این شروع کنیم. 0.23 اینجا هم یک 800 استاپ خوردیم، منهای 0.800 که بکنیم 15% مثبت بودیم. میریم جلوتر تا حالا 2 تا معامله کردیم.
اینجا یک 600 باز استاپ خوردیم، یک 32 TP خوردیم، میشه کلن 41 صدم با 4 تا معامله. فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم 4 تا معامله. اینجا هم یک TP خوردیم 23 صدم اضافه 23 صدم میشه 64 صدم TP. اینجا هم یک TP دیگه خوردیم 27 صدم به اضافه 27 صدم میشه 91 صدم. و بریم جلوتر. اینجاها به ما نداده، اصلا استرس اینو نداشته بودین دوستان که معامله نمیتونین بکنین. معامله توی یک ماه شما جمع ببندین 3-4 تا معامله سودساز بکنین واقعا دستتونه. اصلا نیازی نیست که شما هر روز معامله انجام بدین یا روزی 50 تا معامله انجام بدین. خب اینجا هم یه 11 صدمه به اضافه یه 11 صدمه. ترید در این حالی که خیلی آسونه خیلی سخته. اگر شما بتونید با استراتژیتون مچ بشین واقعا یکی از آسون ترین کار هاست، ولی متاسفانه اون طمعی که آدم داره باعث میشه که همش دوست داشته بشه معامله کنه و همین کار رو خراب میکنه و باعث میشه که 95% تریدرها از این بازار نتونن سود کسب کنن. خب اینجا هم یک 700 ضرر کردیم و یک 900 هم باز دوباره ضرر کردیم که 8600 در کل سودساز بودیم. خب اینجا 8600 به عبارتی ما سودساز بودیم. حالا اگر تعداد معاملات رو بخوایم حساب کنیم، اینجا 2 تا استاپ خوردیم، بعد استاپ خوردیم 2/1 یک تیپ اینجا خوردیم. بعد تایم ما ویدیومون داره زیاد میشه 2-1 معذرت میخوام، ولی میخوام واقعا خوب متوجه بشید. یک استراتژی رو نمیشه در عرض 5 دقیقه شما 2-2 3-2 سود 3-2 سود 4-2 سود 4-3 باز هم تو سود 5-3-5-4. دوستان اینا ریوارد 4 شما اگه ریوارد 2 هم بودین الان تو سود بودین. بازم 5-4 اینجا باز اینترنت با ما یاری نمیکنه 5-4 و تمام. خب 5 تا سود کردیم با ریوارد 3. حتی 5-5 هم نبود، 5 تا سود با ریوارد 3 به نظر من عالیه. و اینکه اگر شما ریوارد 2 رو هم حتی گرفته بودیم باز هم سود کرده بودین. شما حالا بک تست بگیرین متوجه میشین که بعضی اوقات حتی اگر ریوارد 4 هم بگیرین بدک نیست، ولی خب همون ریوارد 3 دست یافتنی تر و راحت تر و استرس کمتری رو هم برای شما خواهد داشت. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم که با من تو این ویدیو همراه بودید. ممنون میشم اگر با کامنت گذاشتنتون، با لایک کردنتون و با سابسکرایب کردنتون من رو حمایت کنین. سعی میکنم استراتژی‌هایی بهتون معرفی کنم که نزدیکترین حالت ممکن به لایو بازار باشه و همچنین براتون مفید باشه واقعا، نه اینکه استراتژی‌هایی که فقط من بخوام اینجا حرف علیکی زده باشم و یه جایی رو ادیت کرده باشم و بگم یه استراتژی خوبه. دوستان اگر تایم ویدیوهامون زیاد بشه به خاطر اینکه من واقعا از صمیم قلبم دوستان یک استراتژی رو 0 تا 100 رو به شما بگم بدون هیچ کم و کاستی و اینکه بتونه واسهتون واقعا از اون وقتی که گذاشته حداقل اون وقت هدر نرفته باشه
و بتونم مو به مو رو برای شما بازگو کنم تا براتون مفید باشه. حالا شما بریم بک تستتون رو بگیرید، کامنت ها برای من نظراتتون رو ارسال کنین. همین دیگه. ممنون، متشکرم که باز هم وقتتون رو برای من گذاشتید. تا استراتژی بعدی و آموزش‌های بعدی، خدا یار و نگهدارتون.